با مقصد مساعدت نمودن به عملی گردانیدن یکی از هدفهای استراتژیکی دولت تامین امنیت اوضاع در ناحیه روشن بنیاد انبارخانه‌های کلان حجم ادامه یافته ماه آگوست انجام می‌یابد. این انشاءات با فرمایش و مبلغ اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته می‌گردد. ارزش خرجناموی آن زیاده از 17 میلیون سومانی را تشکیل داده از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود شرق انشاءات شهر دوشنبه کارهای ساختمانی پیش برده می‌شوند. عرض می‌دارد مهندس بناکار طاهر چهارشنبه‌ایف. عین زمان در اینجا زیاده از 80 نفر کار میکنند. در داخل همین انشاءات 4 تا انبار اساسی ساخته ایستاده‌ایم که حجم آنها 288 متر مربع را تشکیل میکند. از روی اطلاع مهندس بناکار طاهر چهارشنبه‌ایف مساحت عمومی مرکز لوگیستیکی 10,000 متر کوادراتی را در بر میگیرد. در درون حولی 4 انبارها که درازی هر یکیشان 24 متر و پهنایشان 11 متر را تشکیل میدهد ساخته گردیده ایستادند. علاوه برای نگهداشت سوزشواری ظرف‌های کلان حجم که گنجایششان 25 تن میباشد جا داده میشوند. از روی اطلاع طاهر چهارشنبه‌ایف 80% کارها انجام داده شده در نیمه دوم ماه آگوست انشاءات به استفاده داده میشود. 4 تا انبارهایی که در پشت دیده می شود اینها برای ذخیره‌های آذوقه‌واری می باشند که حجم آنها 288 متر مربع را تشکیل می دهد. ما کوشش میکنیم که تا 15 آگوست 2020 به انجام سپاریم. با مقصد با صفت خوب و سر وقت انجام دادن کارهای ساختمانی 80 نفر کارگران به کار فرا گرفته شدند. کار از سحری بر وقت تا شام در جریان بوده. ساختمانچیان نیت دارند سر وقت همه کارها را به آخر رسانند. از رای گفت نماینده پژوهشگاه لایحه‌کشی صنعت‌ساز شهر دوشنبه عطاگل خدادادov کارهای ساختمانی از روی لایحه و با صفت خوب پیش رفته ایستادند. خفامانی از نقشه به نظر نمی رسد و تا 15 آگوست همه کارهای ساختمانی به انجام می رسند. از دید متصدی کارهای ساختمانی جمشید اماموف برای فعالیت مرکز لوگیستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه روشن همه شرایط مهنتی مهیا می‌گردند. برای نقلیات بارکش ایستگاه الهیده بنیاد گردیده است. اتومبیل‌های سبک‌رو هم ایستگاه الهیده دارند. بنای ماموری الکی ساخته گردیده در روزهای نزدیک اتاق‌هایش با تکنیک کامپیوتری تجهیزانیده می‌شوند. بنا دو آشیانه بوده در آشیانه دوم مهمانخانه برای 20 جای و آشخانه جا داده می‌شوند. رسالت اساسی مرکز لوگیستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نگهداشت موادهای ضروری می باشد که نسبت مال بازار ارزانتر بوده به دهه‌های دوردست انتقال داده می شود. اساساً در فصل زمستان موادهای اگنتی برای بهتر نمودن صفت زندگی مردم و با مال‌های نیاز اول تامین نمودن آنها به سودا برآورده می شوند.